رستم نامی مستعار معتاد است که مدت یک ماه مواد مخدر استعمال کرده است. بنابر استعمال بیش از حد این مواد در مرکز نارکولوژی شهر کولاب بستری است. این مرد 56 ساله پدر 4 فرزند است و میگوید با مشورت دوستانش به استعمال هروئین پرداخت. با گفته این معتاد او میخواست به این وسیله مشکلات بیکاری را فراموش نماید. رستم شغل دائمی ندارد و رزق فرزندانش را با کارهای موقتی پیدا میکرد. передозировка چی شد؟ از 2-3 حصه معتادان مواد مخدر در تاجیکستان از 35 ساله به بالا هستند. تقریبا همه آنها عائله دارند. پزشکان میگویند عدم جای کار، فشار روانی، غم و غصه در مورد تامین فرزندان و آینده آنها مردان خانواده را به ورطه معتادی میبرد. دارو و دوای معاصر و تجهیزات زمانوی امکان میدهد که معتادی بدون عواقب بد معالجه شود. همه مرکزهای نارکولوژی را سازمانهای خارجی سرپرستی میکنند. معتادانی که سینشان از 35 گذشته است ضرورت طبابت و پیامد ناگواری وابستگی از مواد مخدر را درک می نمایند. تنها در مدت 3 سال از 150 نفری که به مرکز نارکولوژی مراجعت کردند 60% معالجه یافتند. حالا آنها به تدریج به حیات مقرری برمیگردند. آنها مبلغ‌های یافته‌شان را به مواد مخدر صرف می‌کردند. اکنون از 38 تا 40 ساله هستند و باید برای تأمین فرزندان باید از جای پول پیدا کنند. اما مهمتر از همه پیشگیری از معتادی است. در تاجیکستان استراتژی ملی مبارزه با گسترش معتادی عمل می‌کند. در اساس آن عاید به ضرر مواد مخدر در مؤسسه‌های تعلیمی نه تنها سمینارهای مخصوص گذرانیده می شود، بلکه طریق تلویزیون‌های محلی رکلامه‌های اجتماعی و طبابت مخفی رایگان را نمایش می‌دهند. تا امروز طبابت معتادی با کمک مرکز جمهوریوی نارکولوژی به نام غلامov رسانده می شود. این مؤسسه اساسی است. در هر ولایت و شهرهای کلان تاجیکستان مرکزهای نارکولوژی فعالیت می کنند. حالا کمک نارکولوژی در سراسر تاجیکستان دسترس می باشد. اکثریت معتادان تزریقی در کشور گرفتار بیماری‌های سیرایتی ویچ، هپاتیت سی و سیل هستند. در مرکزهای نارکولوژی این مریضی‌ها را نیز طبابت می‌کنند.